آیا تا حالا عاشق شدید و تجربه عاشقی رو از سر گذروندید؟ وقتی که عاشق میشید نه تنها اون شخص روبرو همه دنیا رو در لول دیگری درک میکنید و از سطح دیگری با دنیا و اتفاقات اطرافتون و دیگران ارتباط برقرار میکنید. چیزی که به ما گفته نشده اینه که میشه همیشه در این سطح موند بدون اینکه همیشه پای یک نفر خاص وسط باشه. در حقیقت ما دنبال سوالاتی بودیم مثل اینکه علت غایی آفرینش چیه و این کیهان چرا به وجود اومده و به فلسفه انسان آگاه رسیدیم. در طول تاریخ به ما یاد دادن که چطور از حواس پنجگانمون استفاده کنیم، دیدن، شنیدن، بوییدن، مزه کردن و لمس کردن و سپس داده هایی که از این حواس پنجگانه میگیریم رو به مغزمون بدیم، اونها رو آنالیز کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، با دیگر داده ها، احساسات، باورها، خوب و بدها ترکیب کنیم و با دنیا ارتباط بگیریم و رفتار کنیم. اما چیزی که به ما یاد ندادن اینه که این داده ها و اطلاعات فقط نباید در ذهن بمونه، باید بره به یک واسطه سومی برسه به نام دل، به نام عشق، و اون وقت میشه دنیا رو از صافی عشق دید نه صافی ذهن. اون وقت میشه تجربه عاشقی رو بس داد بدون اینکه کس دیگری جلوی ما حضور داشته باشه. اینی که ما یاد نگرفتیم چطور واسطه اول حواس پنجگانه، واسطه دوم ذهن رو وصل کنیم به واسطه سوم، بهش میگیم هیپنوتیزم جمعی یا ماتریکس. به ما نقطه پایانی داده هامون رو ذهن معرفی کردن، در صورتی که دل، عشق میتواند نقطه پایان باشه و محلی باشه که ما از اون سطح با دنیا ارتباط میگیریم. ادامه ویدیوی فلسفه انسان آگاه هستیم و بریم سراغ نگاهش به هستی. بله. خب من مقداری میخوام از روی دستنوشته ها بخونم، بعد لابلاش با هم حالا هر جایی که نیاز به توضیح داشته باشه توضیحات بیشتری رو شیر خواهیم کرد. تیتر شماره 1 ما اینه که هستی وجود دارد. هستی هست. ممکنه برای مخاطبینی که علاقه‌مند به مطالعات فلسفی نبودن این خیلی چیز احمقانه، خب هست دیگه. اما شما نمیدونید که برای اثبات این هست بودن چه قلم فرسایی‌ها که انجام نشده. ما میگیم که این عینیت است و نیاز به اثبات ندارد. بماند که این عینیت رو هر کدوم از ما به شکل انحصاری خودمون درک، دریافت و تجربه میکنیم. ما هممون در یک هستی واحد این تو زندگی نمی کنیم. درکی که ازش داریم به شدت انحصاری هست برامون. گزینه 2، پس گفتیم هستی وجود دارد و این عینیت است و نیاز به اثبات ندارد. گزینه 2، هستی نمیداند که وجود دارد. خود این عالم از وجود خودش بیخبر است و ما باورمون بر اینه که خود این بیخبر بودن نیاز به یک آگاهی داره. خود بیخبر هستی بودن نیاز به آگاهی داره. آره. هستی نمیداند وجود دارد که برای این ندانستن یک دانستنی لازم است. اگر چنین باشد باید در هستی نوعی زمینه آگاهی نهفته باشد که در پی دانستن و آگاهی از چگونگی موجودیت خود باشد. اگر هستی ما در اون چیزی به نام شعور رو قائل باشیم، حتی به شکل بسیار بسیار خام، اون شعور باید در جستجو و تلاش برای فهم خودش باشه. گزینه سوم که شاید خیلی ایدالیستی باشه اینه که هستی میداند وجود دارد، یعنی در هستی نوعی آگاهی نهفته است که در پی به کمال رساندن خود است آگاهانه، تا بتواند این موجودیت، منظورم همین هستیه، را به طور مطلق درک و تفسیر کند. در جای جای دنیا ممکنه افرادی باشن یا تفکراتی باشه که توی این دسته‌بندی ها قرار بگیرند. به عنوان مثال تفکر سرخپوستای مکزیک این گونه است که هستی رو تشبیه میکنن به یک عقاب، عقابی که نمیدونه چی هست اما میل داره که بفهمه که چی هست و عقاب به پرهای خودش اصطلاحاً میدمه، اونها رو تبدیل میکنه به گونه های حیاتی مختلف، حالا بگیم مثلا انسان ها، و اونها میان فعل شناسایی رو در هستی انجام میدن
و در لحظه مرگ آگاهیشون به آگاهی عقاب الحاق میشه. در هستی نوعی آگاهی نهفته است که میتواند آگاهی خود را ادراک کرده و از دل آن آگاهی برتری را خلق کند. انسان از کجا آمده و به کجا میرود؟ این اساسی ترین سؤال فلسفه است. طبق تفکرات ماتریالیستی، انسان شکل عالی و متکامل ماده است که در اثر ضرورت طبیعی و تاریخی به وجود آمده است. در تفکر ماتریالیستی ما جبر تاریخی ما رو به وجود آورده. هر چی در پیرامونتون میبینید همین رو در مسیر تکامل کور تاریخ جبران به وجود اومدن. اگر شما در بدن استعدادهای قابلیتهای این فرمی که داری، همه اینها جبران به وجود اومده و این یک شکلی بوده که ما در طول تکامل بهش رسیدیم. بعد یه سوال خیلی مهمی بین همه رویکردهای فلسفی ایدالیستی و ماتریالیستی وجود داره با اون اینکه ماده مقدمه بر ایده یا ایده مقدمه بر ماده. آیا اولی آگاهی وجود داشته و اون آگاهی این کیهان رو به وجود آورده؟ این نسخه ایدئالیستی و الهیاتی است، یا نه این ماده به وجود اومده صرفاً ماده و در طول میلیون ها میلیون سال از دل این ماده آگاهی به وجود اومده. تفکر رایج علمی روی این دومی استوار است که صرف ماده بوده، از بیگ بنگ به وجود اومده. حالا تفکر اکنون علمی از بیگ بنگ، تفکر ماتریالیستی چند دهه قبل و هزارهای قبل، ماده قدیم بود، از قدیم همینطوری وجود داشته. کاسپرسکی یه سوال مطرح میکنه برای این دو گروه تئوریسین ها. میگه چرخ آسیاب قدیمی که سالها کار کرده، چند صد سال کار کرده رو پیدا کنید، ببینید اون در اثر اون چرخیدن به چقدر شعور رسیده. سوالات زیربنایی مطرح میکنه که ماده نمیتونه خالق ایده باشه، اما در تفکری که اکنون در دانشگاه به من و شما آموزش میدن، این مسئله بسیار بدیهی است. حتی ممکنه من تحصیل کنندگانی رو در حوزه علم پای این جلسه داشته باشم که این دیالوگ اصلا چیز احمقانه است. خب معلومه دیگه، از بیگ بنگ اومدیم، در اثر تکامل ما به شعور رسیدیم، ما به خود آگاهی رسیدیم. ضمن آسپنسکی یک سوال دیگه مطرح میکنه، میگه این شعوری که الان در گونه انسان ریخت میبینیم که گاهن فکر میکنیم این در گذار تکامل خود به خود به وجود اومده، چون تفکره اینه که خود به خود به وجود اومده، جبر تاریخی پشتش بوده. میگه چرا فقط در گونه انسان میبینی و در سایر گونه ها هیچ مشابهتی مشاهده نمیشود؟ چون اگر میگیم که این در میلیون ها سال تکامل به اینجا رسیده، میگم تکامل در مسیر آزمون و خطا باید صور بسیار متفاوتی رو خلق کرده باشه، اما صور بسیار متفاوت خلق نشده. یک کتگوری داریم، همه گونه های حیات که تقسیم میشن به فرض کن نباتی، حیوانی و بشری انسانی. خط تفکیک این سه گونه بسیار بسیار شدیده. یعنی فاصله بین نباتی و حیوانی یک خط مرز خیلی خیلی زیاده و فاصله حیوانی تا انسانی یک خط مرز بسیار 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 زیاد هست. اما اینکه ماده مقدم بر ایده باشد یا ایده مقدم بر ماده پاسخی به این سوال اساسی نمیدهد، زیرا در هر دو جهان بینی وقتی بحث پیدایش مبدأ می شود به جوابی غیر قابل قبول می رسیم. یه جواب اینه که جواب ایدئالیستا، جواب الهیون اینه که خداوند آفریده. این جوابی نیست که مناسب رویکرد ما باشه. اون یکی جواب دیگه هم که از بیگ بنگ اومده، اون هم همینطوره. پس جواب درست چیه؟ در ادامه متن میخونم که ما فعلا آگاهانه اینو کنار بذاریم، چون موضوع مهمتری برای بررسی داریم. ما امکان راستی آزمایی درباره اون جواب رو نداریم. اما کی دنبال این جواب میگرده؟ تو. ادامه این دیالوگ و از این مقاله درباره تو هست، درباره کسی که مسئولیت شناسایی رو در این هستی به دوش گرفته.
درست فهمیده، پس ما چون اونو نمیشش درست فهمید که خدا هست نیست بله داده فلان، بذاریمش کنار و ببینیم کی دنبال اون ایده است، این کیه رو بشناسیم. بله ما اونو موقتا بذاریم کنار. مهم. مسئله خیلی مهمی است، اونقدر مهمه که اکنون به عجز رسیدیم. فکر میکنیم در توان تجزیه و تحلیل کنونی ما نیست، ولی یه موضوع مهمتر رو دیدیم. کی میخواد این کار رو انجام بده؟ انسان. ادامه این مقاله درباره انسان است. مهم. زیرا در هر دو جهان بینی وقتی بحث پیدایش مبدأ میرسد، با جواب غیر قابل قبول روبرو میشویم. ماده قدیم است، یعنی از اول بوده، یا ایده قدیم است و از اول بوده، و این به مفهوم آن است که مبدأ مجهول است. و در جواب اینکه انسان به کجا می رود نیز همین نظریه تکرار می شود. انسان بدون جامعه مفهوم ندارد. جامعه در تکامل خود به مدینه فاضله بدل می شود و انسان تا بی نهایت تکامل پیدا می کند. توی پرانتز، چرا باید تا بی نهایت تکامل پیدا کند؟ سوالی است که جواب آن باز مقوله جبر است، یعنی چون ناگزیر است انسان باید به مبدأ یا اون ایده بازگردد. انسان چون از روح و جسم تشکیل شده، پس از مرگ بعد غیر مادیش به دنیای غیر مادی داخل می شود و باز همین که انسان به کجا می رود همچنان مجهول است. آنچه از فلسفه استنباط می شود این است که انسان از مجهولی بیرون آمده و به سمت مجهولی دیگر حرکت می کند. به اعتقاد ما عینیت هستی معلوم است که از دل آن معلوم دیگری به نام انسان بیرون آمده است. هستی برای رسیدن به جواب چرا بودنش بخشی از خود را متکامل کرده، یعنی انسان را به وجود آورده. مهم. این نوع تحلیلی است که ما پس از این قرار با هم داشته باشیم. پس انسان رو بررسی میکنیم چون نمیتونیم فعلا به اون سوال اساسی برگردیم که از کجا آمدیم، آمدن بهر چه بود، اما میدونیم که با شناسایی انسان ممکنه راه برای شناخت بیشتر هموار بشه. هستی به بخشی که خود متکامل کرده ویژگی‌هایی داده است که بتواند عمل شناسایی برای مقصودی معین را انجام داده و با تعمیم شناخت به آگاهی مطلق برسد. کاسپنسکی میگه که اگر فکر میکنیم ما در گذار داروینی تکامل به این حجم از بلوغ و استعدادها رسیدیم و بنای فکرمون یک تفکر ماتریالیستی هست که بقا، یه بقا نیاز به این همه فکر نداره، بقا نیاز به این همه آگاهی نداره. این راست. همه گونه حیات بقاشون رو دارن حفظ میکنن. کاسپنسکی همین سوال رو مطرح میکنه که این هوشمندی باید علت دیگر داشته باشه و این هوشمندی رو محدودش نکنیم به بقا. اما من اجتماعی ما همه این هوشمندی رو محدود میکنه به بقا. از همه استعدادها و قابلیت‌ها استفاده میکنیم که دایره مالکیت هامون رو بیشتر کنیم. به شکل خیلی عمومی خلاصه زندگی خیلی از شاید تربیت کنندگان ما این بود که نیمی از عمرشون چیزهایی رو به دست آوردن، نیمی از عمرم نگران بودن که اونا رو از دست ندن. جنگ مالکیت. اما جنگ مالکیت که با پول و شاید در حوزه بقا اون رو ما ابتداعا میدیدیم، اکنون به دلیل گسترش آنچه که ذهن مینامیم، جنگ مالکیت در حوزه ایده ها، در حوزه مناصب، در حوزه شغل، شهرت، در حوزه پست مختلف و بسیاری از فاکتورهای عجیب و غریب دیگه، جنگ مالکیت خودش رو نشون میده. احساس کنم گم راه شدیم، یعنی اینکه میگین میپرسه سوال که خب آیا این همه هوشمندی برای حفظ بقاست، احساس میکنم عمدن کاری کردن گم راه بشین که آقا فقط برای این اومدین ها، بیشتر نرین. آره ممکنه که این سوال شما ما رو درگیر تئوری های توطئه بکنه. به شکل کلی معنای حبوط همینه: دور میشیم، وقتی که داریم برمیگردیم به ادراک میرسیم، اما یک ادراک سرد و بیروح نیست، یک ادراک عاشقانه است، چون سومین واسطه شناسایی برانگیخته شده، ارباب در جای درست خودش نشسته، سپس به اصل برمیگردیم. خب برگردم سراغ متن. هستی به بخشی که خود متکامل کرده است ویژگی‌هایی داده است که بتواند عمل شناسایی برای مقصود معین را انجام داده
و با تعمیم شناخت به آگاهی مطلق برسد تا بتواند جواب این چراها را بدهد یا جواب آنها را دریابد. چیزی که در هستی دارای این ویژگی هاست تنها و به طور مطلق انسان است، زیرا تنها انسان است با شناسایی اجزای هستی و روابط متقابل و قانونمندی های آن پی به وجود خود و کلیت وجود هستی میبرد و با درک مفاهیم کلی شناخت را تعمیم میدهد. هر نیرویی در هستی باشد با کیفیت متفاوتتر اما کاملتر در انسان نیز وجود دارد. به اعتباری هر آدم تازه متولد شده ای یا دارای زمینه آگاهی است یا دارای نوعی آگاهی. اگر دارای زمینه آگاهی باشد باید آن را متکامل کند و اگر دارای نوعی آگاهی باشد باید آن را به کمال برساند و جامعه محمل و بستری برای این شناسایی هاست. در واقع هر آنچه هست و هستی را تشکیل می‌دهد حیطه شناسایی است. ما درباره یک کاراکتری داریم حرف میزنیم که اسمش رو گذاشتیم انسان کامل. هنوز هم تعریفش نکردیم. در مجموع ما از تعریف کردن چیزی تا جایی که بتونیم سر باز میزنیم، اما ناگزیر هم هستیم که بهای سری قراردادهای رو بین خودمون وضع بکنیم. انسان آگاه وظیفش در این هستی شناسایی است. در این میان جامعه به دلیل اینکه عالی ترین شکل حرکت است و شناسایی اعضای آن با هم تداخل کرده منبع عظیمی از شناخت را به وجود آورده است و واسطه اساسی در انتقال آگاهی به انسان شده است. جامعه عالی ترین فرم همزیستی ما انسان هاست. اگر فرم عالی تری وجود داشته باشد ما بهش میرسیم، اما آنچه که اکنون داریم عالی ترین فرمش هست که در این فرم عالی مثلا ما به وجود اومدن امکاناتی که در فضای مجازی میشناسیم ما درگیر کلی جوامع مختلف هم شدیم و این تغییر خیلی زیادی ایجاد کرده بین نسل جدید و نسل گذشته. جامعه‌ای که پدر بزرگ من در اون زندگی میکرد با جامعه‌ای که فرزند من در اون زندگی میکنه تفاوت خیلی خیلی زیادی پیدا کرده و این سبب میشه که من انتظار جهش‌های بیشتری رو در نسل جدید داشته باشم به نسبت نسل خودم. اوکی. اما از طرفی همین جامعه که منبع بسیاری از شگفتی‌ها هست سبب شکل‌گیری من اجتماعی نیز می‌شود. حتی اگر جامعه عالی‌ترین شکل حرکت ماده متکامل باشد، باز هم این تغییر و تکامل در جهت آموزش و آگاهی به انسان شناسایی می‌دهد. بدون حیطه‌ای که پیرامون انسان را فرا گرفته، انسان موفق به شناسایی خود نمی‌شود و همان گونه که جسم واسطه شناسایی برای من اجتماعی است، من اجتماعی نیز واسطه است که با کسب شناخت از جامعه باید محتوای آن را به ارباب انتقال دهد. همون دوم به سوم. بله. زیرا اگر انسان فی نفس نیز دارای آگاهی باشد باید این آگاهی را در چیزی بتاباند تا پی به وجود آن ببرد. به عبارتی انسان با درک اجزای هستی پی به وجود خود میبرد و در اثر ارتباط متقابل با هم نوع خود به نوع آگاهی میرسد که چگونگی شناسایی های خود را ارزیابی کرده شناخت و معرفت خود را تعمیم و گسترش میدهد. شاید خیلی شبیه به کارکرد نرون‌های عصبی ما باشه که چگونه این نرون‌ها در تعامل با همدیگه کلی اتفاقات شگفت‌انگیز بینشون اتفاق میفته و این اتفاق هم بین ما آدم‌ها رخ میده. اما اجتماع این مصیبت رو داره که خیلی ها اون بیرون نسخه های کاربونی هست. یعنی چی؟ نسخه های کاربونی خیلی شبیه به همدیگه هستن. یعنی افرادی که محصول یک اجتماع هستن اونها ممکنه بینشون تمیز خیلی زیادی نباشه که یکی رو بری شناسایی کنی بعد اون یکی رو شناسایی کنی بگی واو، بعد اون یکی رو شناسایی کنی بگی واو. ممکنه خیلی تو با این واو برخورد نکنی. به این میگیم نسخه های کاربونی. شبیه به هم شدیم به خاطر زندگی تو قانونای یکسان و اجتماع یکسان. کلا این اتفاقی است که در گذار اجتماع رخ داده
و خیلی نتونستیم فردیت خودمون رو حفظ کنیم. فردیت منظورم اون استعدادها منحصر به فرد بودن هر کسیه. آره. مهم. هیچ ایرادی نداره که ما حبوط میکنیم اون رو از دست میدیم. اما این مثلث گرجوف یادتون باشه، فردیت، عینیت، آگاهی، این خلاصه مسیر سیر و سلوکی از منظر گرجیوف که خب شاید یه جای مستقیما به این مثلث بپردازیم، ولی فعلا هم بدونید که این فردیت مادامی که ما یک محصول اجتماعی هستیم خیلی دیده نمیشه مهم. تا اینکه ما به خودمون میایم اشراف پیدا میکنیم. سفر فردیت یونگی راجع به همینه یا چیز جداییه؟ یه چیز جداست، اما میتونه یه سری اوورلپ ها داشته باشه. اوکی. من منظورم از فردیت اینه که آگاهی خودمون از جامعه پس بگیریم. وقتی شما با من حرف میزنید، نباید دیالوگ شما، نباید در دیالوگ شما جنسیتتون دیده بشه، مهم. قومیتت، مذهبت، ملیتت و خیلی از چیزهای دیگری که همه اونها بهش میگیم جامعه. هر مرزگذاری. کدوم از هر کدوم از اونها که دیده میشه، من بخشی از دنیا رو به حسب داشتن من اونو ندارم. بله. خب ما درباره پیله ها توی ویدیوهای قبلیمون صحبت کردیم. پیله مالکیت. مالکیت، گفتم سپرهایی که من اجتماعی توسط اون از خودش دفاع میکنه. گرجوف بهش میگه ضربه‌گیر. مهم. یه هر آدمی کلی ضربه‌گیر داره. ضربه‌گیرها خوبن، به بقای ما کمک میکنن، بدون اونها ما به اینجا نمیرسیدیم، اما یه جای کارکرد خودشون رو باید از دست بدن، چون داشتن اونها کلی محدودیت میاره. من با داشتن ضربه‌گیرها به این حد از بلوغ رسیدم. از این به بعد رو بدون داشتن ضربه‌گیرها، بدون اون سپرها باید طی طریق کنم، بدون پیله ها باید طی طریق کنم. و خب اینجا این مسئله بسیار بسیار پیچیده است که شما در یک اجتماع که همه با ضربه‌گیرهاشون حرکت میکنن، تو بخوای بدون ضربه‌گیر حرکت کنی. بفهم. آدم ها، این پیام من خیلی خیلی فلسفی دیده بشه، یعنی خیلی رنگ و بوی شخصی پیدا نکنه. آدم ها به دلیل ذات و ماهیت آدمگونگی خودشون تربیت شدن که به همدیگه خنج بزنن، به همدیگه آسیب بزنن. تربیت شدن که مدام در حال جذب مالکیت از دیگران باشن. و وقتی تو سپرهاتو کنار میذاری، تو به سرعت تو جامعه بلعیده میشی. وقتی سپرهاتو کنار میذاری، تو نمیتونی به خوبی امرار معاش کنی. تو نمیتونی خیلی از کارهایی رو که با سپرهات انجام میدادی بدون سپرهات انجام بدی. و تو اکنون نیاز به یک شیوه جدید برای زیستن هستی. این میتونه موضوع جلسات آتی ما باشه که من در نبود ضربه‌گیرها باید چه کاری انجام بدم. ضربه‌گیرهای اجتماعی شناسایی‌ها را محدود کرده و به صورت عامل بازدارنده در می‌آید. نقش‌ها، موقعیت‌ها و شخصیت‌های اجتماعی که زاده روابط اجتماعی هستند، صوری از من اجتماعی هستند. این صور که در ابتدا پیش زمینه شناسایی هستند، بعدها به صورت کانال‌های شناسایی برای ارباب در می‌آیند. ارباب در یک بچه 5 ساله فرض به ظهور رسیده، چه کاری میتونه انجام بده؟ هیچ. به چیز خاصی نمیتونه دست پیدا بکنه. نه. یعنی حبوطه باید اتفاق بیفته. این کودک 5 ساله ما باید تبدیل بشه به یک کاراکتر اجتماعی، نقش بگیره، شکل بگیره. سپس ارباب از مسیر اون نقش استفاده میکنه، اما بسیار گسترش ایجاد میکنه. شاید یکی از مهمترین ویژگی های ارباب اینه که در هیچ قید و بندی باقی نمیمونه. یعنی چی؟ ارباب هیچ محدودیتی رو بر نمیتابه. ولی چجوری از طریق نقش من اجتماعی وقتی هیچ اصلا محدودیتی؟ بیا فرض کنیم که مثلا شما فلسفه خوندید، یه فلسفه بسیار دانشگاهی محدود با چارچوب‌های مشخص. ارباب تفکر فلسفی بسیار متفاوت و خاصی به شما میده. مهم. حضور ارباب سبب میشه تو در اون جریان چیزهایی رو میبینی که بدون حضور ارباب نمیتونستی ببینی. مهم نیست کجای دنیا ایستادی، ارباب از اونجا یک روایت بسیار عاشقانه، منحصر به فرد و خیلی خیلی اشراقی از اونجا
استخراج میکنه و میتونه همه آنچه که در پیش هستیم رو از همون نقطه شروع کنه به بست دادن، به گسترش دادن. چه جالب، از این منظر دارم به ویژن فکر میکنم حالا وسط حرفامو. و اینکه از اه، شغل فعلیت میتونه گسترش به، از من فعلیت میتونه گسترش به. ارباب از هر جایی میتونه، هر چیزی در دست ارباب شگفت انگیز میشه. آه. اما از چارچوب این جلسه هم خارج میشه، چون شما هم یه چیزی گفتی که به چارچوب جلسه نمیخورد. اما خودم فکر میکنم که تو خیلی دور از آنچه که باید نچرخیدی. شغل تو، سمت تو، زرمزینبه های اشتباهی که به خودت چسبوندی، تو بدون اینکه بدونی ناخودآگاه داشتی مقدمات کار رو برای ارباب مهیا میکردی. وقتی ارباب میاد توی مرکز کنترل میشینه، تو چیزهایی رو جمع کردی اونجا که فکر میکردی اینو برای این میخوای، اما ارباب کارکرد اصلی اونو اونجا به تو نشون میده. ناگاهانه اینا رو جمع کردی ولی تو دست اونه. توی دست اون که قرار بگیره، اونها کار اصلی خودشون رو انجام میدن. اوکی.